پایگاه اینترنتی نیک ساینس خبر داد که عالمان پالیونتولوگ از روسیه و تاجیکستان در موضع قرقسوی در نزدیکی منطقه بلجوان در جنوب تاجیکستان بازیافت نادر کوسهخانه سر اشتر باستانی معروف به اشتر تروفیموف را پیدا کردند که 20 کیلو وزن و تقریبا 2.5 میلیون سال عمر دارد. یافتن کوسهخانه سر کامل اشتر آن دوران پلیستوسن حادثه بی‌سابقه بوده تا کنون اتفاق نیفتاده بود. پالیونتولوگ ها عادتا یگان پاره کوسهخانه سر یا استخوان های اشتر باستانی را پیدا می‌کردند. دیمیتری گیمرانوف کارمند ارشد علمی دانشگاه فدرالی اورال و پژوهشگاه اکولوژیای رستنی‌ها و جانوران شعبه اورالی اکادمی علم‌های روسیه که در دریافت این بازیافت نادر اشتراک داشت میگوید اقبال بر روی ما خندید، چون که چنین استخوان‌ها دیر نمی‌پایند، حتی در 1000 سال ویران می‌شوند. آنها از درون مثل بور بوده برابر دست رسانیدن پاره پاره می‌شوند. از این رو ما بلافاصله به این کوسهخانه سر پیدا کرده‌مان شرش ریختیم که تکه و پاره نشود. سپس خیلی با احتیاط استخوان را با کارد جراحی تازه کردیم. همکار من ودیم تیتوف از رستوف برای تازه کردن این کوسهخانه سر 4 روز وقت صرف کرد. بعد شرش کردن و با پلیونک پیچوندن کوسهخانه سر را برای رستوراسیون و تحقیق از تاجیکستان برای 3 سال به اورال آوردند. بعد 3 سال آن را باید به تاجیکستان برگردانند. دیمیتری گیمرانوف میگوید اکنون آنها باید باز چند روز دیگر را صرف کرده همچنان با احتیاط تمام کوسهخانه سر را از پلیونک جدا کرده از نو با شرش سختش کنند. عالمان میگویند کوسهخانه سر اشتر باستانی در خود معلومات مهم بیولوژی دارد، هم درباره آن که اشتر باستانی چه غذایی را میخورد، هم درباره اینکه اشتر نرینه مادینه چقدر از هم فرق میکردند، حجم مغز سرش چقدر بود، سر اشتر با گردنش چگونه وصل میشد. برای این کوسهخانه سر را باید توسط کامپیوتر توموگرافی کرده ساختار مغز سر اشتر باستانی، ساختار بینی و جوغ و دندانهایش را بیاموزند. دیمیتری گیمرانوف میگوید اشتر باستانی نیز تقریبا امثال اشترهای امروزه است، ولی جوغ و دندانهایشان شاید فرق کنند. به عقیده عالمان 2.5 میلیون سال پیش اقلیم قلمرو تاجیکستان امروزه فرق میکرد و بیشتر به دشت‌های افریقایی شباهت داشت. ودیم تیتوف کارمند مرکزی علمی شعبه جنوبی اکادمی علم‌های روسیه و یکی دیگر از عالمانی که در دریافت این کوسهخانه سر اشتر باستانی اشتراک داشت میگوید اشتر باستانی در پشت خود کوزه نداشت، زیرا در آن حد اشتران همیشه غذای کافی پیدا میکردند و به ذخیره کردن غذا برای مدت طولانی نیاز نداشتند. درباره اینکه در حد باستانی اقلیم تاجیکستان امروزه دیگر بود، بازیافت‌های دیگر از همان موضع قرقسوی نیز شهادت میدهند. رستم مرادوف مدیر شعبه پژوهشگاه زوولوژی و پارازیتولوژی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان میگوید چون این تحقیقات در تاجیکستان و افغانستان در کوههای ایثار و درواز و پامیر، هند و کش از سالهای 60 عصر گذشته به این سو ادامه دارند. موضع قرقسوی در نزدیکی بلجوان یکی از معروفترین مکان‌هایی است که در بستر خاکش بازمانده‌های عالم نباتات و حیوانات چندین میلیون سال پیش نهفته‌اند.